سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حال همتون عالی باشه. توی این ویدیو قراره بریم با بهترین موومنت های فورتنایت داخل چپتر 5. همونطور که همتون میدونید از زمانی که ما اومدیم توی این چپتر 5 موومنت داخل گیم زمین تا آسمون متفاوت شده و کلا اصلا فرق کرده که به خصوص پلیرایی که بیلد فایت زیاد دارن تو گیمشون خیلی با این موومنت جدید مشکل دارن. چرا؟ چون که اصلا وقتی موومنت عوض میشه شما اون حالت بیلد و ادیتتون هم خب سرعتش بالا پایین میشه و در کل تداخل به حال بخواد نخواد ایجاد میکنه. حالا ما تو این ویدیو قراره یه سری تکنیک‌ها و تریک‌هایی رو به شما بگیم که این سرعت، این کاهش سرعت رو در واقع جبران کنه و در واقع بتونید از پلیرهای دیگه سریع‌تر باشید. حالا این قضیه سوای قضیه FPS و دیلی هست، یعنی چیزایی که داخل خود گیم من میخوام به شما بگم اصلا نوارخوری قرار نیست ما تو این ویدیو پر کنیم، تک به تکشون به کارتون میاد. اگه تا ویدیو از ویدیو لذت بردید لایکش کنید، چرا نه اگه سابسکرایب نکردید و به این دسته از ویدیوها علاقه دارید سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. Let's go. من برای این آموزش از این مپ دارم استفاده میکنم. چرا؟ چون که این مپ وان وی وان در واقع یه قابلیت خیلی جالبی که داره اینه که میتونید اسلو موشن بکنید گیم رو و خب این دلیلیه که دقیقاً این مپ رو من انتخاب کردم. کدش هم میتونید توی صفحه ببینید. اولین تکنیکی که میخوام بهتون بگم تکنیک رمپ راشینگه. رمپ راشینگ هم حالتیه که شما میرید جلو سمت انمی با پله، همین پله رو میکارید و برید سمتش. خب این تو حالت عادی خیلی کنده تا شما اینو بکارید برید بالا و اینا. زمانی که شما مثلا میخواید رمپ راشینگ رو انجام بدید، اولین پله رو که اینجوری کاشتید و خواستید برید بالا، دیگه این طول پله رو حالت عادی ندارید. چرا؟ چون سرعتتون خب میاد پایین. وقتی که همون اولین قدم رو گذاشتید روی پله، شروع کنید به دویدن سریع تا برسید به این نوک پله. زمانی که به اینجا رسیدید دوباره مثلا پله بعدی رو بکارید، دوباره برید بالا، البته با حالت دویدن دیگه. بعد دوباره یه پله، دوباره برید، دوباره یه پله. چرا؟ چون این دویدن باعث میشه که شما سریعتر به اون نوک پله برسید. حالا من اگه بخوام اینو برای شما با سرعت عادی نشون بدم یه همچین چیزی در میاد. خیلی سریع‌تر. خب این باعث میشه که شما زمانی که میخواید از پله برید بالا نسبت به انمی برتری داشته باشید. تریک دومی که باید بهتون بگم واسه زمانی که شما میخواید 90 بزنید، خب اینو دیگه هممون ازش استفاده میکنیم که یه 90 اینجوری میزنیم میریم بالا، ولی خب یه ذره کنده. بعد چیکار کنید تا این کندی برطرف بشه؟ زمانی که اولین پله رو میکارید همون از تریک اول استفاده میکنیم تا نوک پله میریم، بعد 90 رو یعنی این دوتا دیوار رو میکاریم، یه حالا پرش اگه لازم بود انجام میدیم. بعد که پریدیم پله رو گذاشتیم دوباره روی همین پله دوباره از تندویدن استفاده کنیم، دوباره دیوار رو بکاریم و به همین صورت. حالا اگه بخوایم با سرعت نرمال اینو انجام بدیم یه همچین چیزی میشه. تریک سومی که میخوام بهتون بگم اینه که شما زمانی که میخواید از 90 استفاده کنید میتونید یه حرکتی بزنید برای افزایش فوق‌العاده سرعتتون نسبت به انمی. اونم اینه که به جایی که دیگه همین رو تبدیل کنید به 90 بعدیتون و ازش برید بالا، این چرخوندنه باعث کندی میشه. چرا؟ چون که شما باید اینو بزنید یه پرش انجام بدید. خب این پرش خودش خیلی سرعت میبره. حالا شاید بعضیا بتونن بدون پرش هم کارو انجام بدن به صورت، ولی خب بعضی وقتا ممکنه همچین چیزی اتفاق بیفته شما برید زیر پله و این خیلی بده. به این صورته که شما زمانی که اولین پله رو کاشید رفتید بالا، 90تون رو کامل کردید، زمانی که 90 اولتون رو زدید اینجوری اومدید بالا ازش، دیگه اینو دیوار نکنید، همین روبروی این پله رو یه پله دیگه بکارید. بعد از اینجایی که هستید تا همون نوک پله رو طبق تریک اول کند بدوید. زمانی که رسیدید به این نوک پله 90ش کنید، بپرید بالا و دوباره همون یه پله رو بکارید تا پله کاشته شد. این فاصله رو تند بدوید، دوباره دیوار، یه دونه این. حالا من اگه بخوام اینو به سرعت عادی به شما نشون بدم، همونطور که تو این تایم من تونستم این مسیر رو خب برم بالا. واقعا خب خیلی برتری داره نسبت به انمی. تریک شماره 4 مربوط به سایت جامپ زدن میشه. یه دونه شما پله رو کاشتید، یه دونه کفی و یه دونه کون هم گذاشتید و از این بغلش حالا یا از اون ور، حالا هر کی با یه طرف راحته، از این طرف میخواد مثلا اینجوری
بپرید بالا و یه همچین حرکتی بزنید. حالت اسلو موشنش اینه که شما اینا رو میکارید، میپرید و خب یه کفی هم اینجا میذارید و دیگه تمام. این ساید جامپ خیلی جاها و خیلی از پلیرهای کامپ از این استفاده میکنن. اما نکته‌ای که میخوام در مورد این بگم چیه؟ موقعی که شما ساید جامپ میخواید بزنید، اگه بتونید از همین اسپرینگ هم استفاده کنید، یعنی از همین حالت تون دویدن هم بخواید استفاده بکنید، خیلی ساید جامپ شما رو میتونه قوی‌تر کنه. یه نکته دیگه هم که در مورد این هست اینه که بعضی وقتا شما مثلا میاد ساید جامپ بزنید، میپرید ولی مثلا دیر کفی رو میکارید و میافتید پایین. این تریکی که قراره بهتون بگم حتی این مشکل هم برطرف میکنه، یعنی دیگه اینکه احتمال شما مثلا بخواید بیافتید پایین رو هم از بین میبره. وقتی پله‌تون رو کاشید، کفی کنم روش گذاشتید، این فاصله پایین تا اون وسط پله رو حالت نرمال ندوید چون سرعتش پایینه. ولی حالا اگه همین فاصله رو شما تند بدوید و بعد بپرید، همونطور که می‌بینید خیلی سرعتش بالاتر. حالا من اینو ذره اسلو موشن بکنم که بهتر متوجه بشید. پله رو میکارید، کفی کون رو میذارید، تند میدوید، میپرید و تمام. به همین راحتی. حالا من اگه بخوام همین حرکت رو چند بارم تکرار کنم، زمانی که بخواید تنبودویید از این اسپرینگ استفاده کنید، یه زمان خیلی بیشتری رو دارید و اصلا جدا از این زمان چون سرعتتون بالاتره، میزان بیشتری رو جلو و همینطور بالا میرید. تکنیک شما رو انجاممون در مورد زمانی که میخواید تونلینگ رو انجام بدید. حالت عادی خب تونلینگ همچین چیزیه که شما دور تا دورتون دیوار میکارید و خب اونو ادیت میکنید. چیز اوکی یه تونلینگ، ولی خب یه تکنیکی که میتونید استفاده بکنید و خیلی پرکاربرده، زمانیه که شما موقع تونلینگتون از اسلاید هم استفاده بکنید. شما فرض کنید اینجوری تونلتون رو زدید، حالا میخواید شروع کنید رو به جلو حرکت کردن. دقیقاً اینجایی که اول باکس هستید، قبل از شروعتون یه اسلاید بزنید، ادیت کنید، بکارید، دوباره ادیت کنید، اینجوری بکارید، دوباره ادیت کنید و تا زمانی که اسکرینتون اینجوری بلند شه. زمانی که اسکرینتون بلند شد، دوباره همون موقع حرکت، دوباره یه اسلاید دیگه بزنید. حالا اگه من بخوام اینو برش گردونم حالت عادی، این بود از ویدیوی امروزمون. امیدوارم ازش لذت برده باشید. این تکنیکایی که بهتون گفتم رو مطمئن باشید اگه بتونید تمرین کنید و در واقع ملکه ذهنتون بشه، از اینا استفاده کنید موقع فایت، مطمئن باشید خیلی تاثیر داره رو صورتتون. چرا؟ چون که بیشتر پلیرایی که روبروی شما هستن از این تکنیک‌ها استفاده نمی‌کنن به خاطر تنبلی و اینا، که شما اگه این نکات رو رعایت کنید، این تریک‌ها رو انجام بدید و روشون پیاده کنید، منطقی هم ما بخوایم حساب کنیم، حتی اگه مثلا شما خیلی هم بیلدریتون قوی نباشه، چون سرعت بالایی دارید، مسلما خب یه پله دو پله از انمیتون بالاترید، در نتیجه انگل بهتری دارید، موقعیت بهتری دارید برای زدن انمی. اگه این ویدیو کمکتون کرد، لایکش کنید و خوشحال میشم که اگه دوستانی دارید که فورتنایت پلیر هستن برای اونها هم ارسال بکنید. اگر هم کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد یا هر چیزی هم داشتید میتونید حتما برام کامنتش کنید. ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.